ماهیگیری باتون. سازمان بازرگانی نزدیکه جایگاهی تو سطح شهر قرار داده که میوه شب عید رو به قیمتی دولتی به فروش میرسونه. اما کیفیت این میوه به خوبی این طرح هست. به اسم دولتی منت هم سرمون میذارن. خوب نگاش. کیلو چقدر خریدین؟ 1400 تومان. کل عاملین گفتیم هر موردی که پس آوردن پس بگیرن. حالا شما ازشون پس میگیرید؟ نه به هیچ وجه. نمیدونم. حالا این سیبه میشه یه بسته‌شو بیارید ما ببینیم. اینو میشه برای تست بکنیم. الان این همین اینا رو اگه کارتونی دست مشتری نمیدید. نه باید جدا گفتیم باز بکنن جدا. الان ناکنید این الان واقعا الان این اگه بگیرید خواهشاً زیرو نکنید. نه زیرو نیست. آقا زیرو نکن. خرابات زیرا. با جوابی که از مردم مسئول شنیدم پیگیر شدم تا دلیل خرابی میوه ها رو بررسی کنم. به همین دلیل سری به سردخونه‌های محل نگهداری میوه ها زدم، اما به نکته جالب‌تری پی بردم. میشه مقرر شد تمام سیب‌های درختی موجود در سردخانه یاسین سرد جوانرود از قرار هر کیلویی 650 تومان توسط آقای میری از سلیمانی خریداری گردد. اینو از اتحادیه باغداران پرتقال 1000 تومان خریدیم، سیبم 1050 تومان. سیب درختی هم که 1400 تومان میدیم نزدیک به قبل از اینی که اصلا اینا رو بیایم سورت بکنیم کیلویی 900 تومان از باغدار خریدیم. بعد سیبو چقدر خریدم مباشرتون؟ 1000 تومان. چقدر کیلویی چقدر اون زمان گرفت؟ حدوداً 800 900 تومان تمام شده. نماینده سازمان بازرگانی هست. بله. بعد کیلویی چند تومان از آقای سلیمانی خریداری شده؟ 650 تومان. 1050 تومان. 1000 تومان. 900 تومان. 800 900 تومان. 650 تومان. راستش باورم نمیشد خرید میوه به قیمت 650 تومان و فروش همان میوه به قیمت بیش از 2 برابر به مردم. قیمتی هستش که خود بر اساس تحقیقاتی که خود کارشناسان سازمان بازرگانی انجام دادن و نیاز خود استان کرمانشاه این قیمت روی سیب گذاشتن. نه کارشناسی شده که قیمت سیبی که 600 تومانه دست مردم 1400 تومان بیاد. این تقریبا 2 برابر 3 برابر میشه اینطوری اگه بخوام حساب. نه عذرخواهی میکنم اینجا یه سری هزینه‌های دیگه هم که صورت گرفته و یه سری کارشناسی هم که صورت گرفته این قیمت خود بر اساس تحقیقات به عمل آمده. سردخونه با بازرگانی یا با شماست؟ هزینه سردخونه پای منه تا آخر فروردین. از سردخونه با ایشونه که بچه هزینه میخوام بگیرم. هزینه بارگیری هست، هزینه کارگر هست، هزینه‌های مختلف. اینا پاسیب چقدر در میاد اگه شما بخواید همین 600 تومن تو بازار 2500 تومان هزینه بارگیریش. وضعیت به قدری نگران کننده بود که همون لحظه زنگ زدم به عامل مجاز خرید میوه ها. آقا میری میگم یه سوالم کیلویی چقدر این میوه ها رو میخرید شما؟ کیلویی چقدر قرارداد بوده برای خرید این میوه؟ الو میگم کیلویی چقدر این میوه ها رو خریدین؟ البته گوی آقای میری این سوال منو نمیشنید. الو هستن بچه ها هستن صحبت کردم با شما. بفرمایید. بله. کدامه؟ سیبری که به نام زایاتریش بیا کلن الو صدا رو پخشه. همین سیبی که الان کیلویی 650 تومان اینجا فاکتور شده کیلویی چقدر ما تو بازار دستمون میاد؟ قطع کرد متاسفم. عجیب ترین که عامل مجاز خرید میوه با اینکه تبلیغات سردخانه‌اش رو روی میوه کرده بود با تحقیقی که ما کردیم سردخانه‌اش قابل استفاده نبود و میوه در سردخانه دیگری جاسازی شده. این میوه از این سردخانه ترخیص شده. خب سردخانه آدرسش کجاست؟ کرمانشاه شهرک صنعتی 22. سردخانه کی الان اینجا مال کیه این سردخانه؟ کرمانشاه شهرک صنعتی 22 سردخانه دونزی. شرکت سرماگستر. درست آدرس مال اینجاست؟ آره. بعد تا الان اینجا میوه چیزام گذاشتن داخل یا هنوز راه نیفتاد؟ نه. الان آدرس اینجا کجاست؟ جوانرود سرایی پاوه جوانرود روانسرای. الان این داره از جوانرود ترخیص میشه. پس چرا آدرس 20 تون خورده؟ اصلا این سردخانه هنوز راه نیفتاده. پس چرا شرکت براش خود دیگه قدرتشو داره مباشر میتونه دیگه قدرتشو داره ما نمیتونه. سبدایی که سورتمندی بشه یکی از این برگاه ها هم برای تبلیغ مباشر میذارن هم این به عنوان سیب درجه 1 از اینجا خارج. اگه بحث تبلیغات باشه الان داره حق آقای خب نه خب حق شما داره اشراف میشه. این داره به اسم این آدرس به اسم این سردخونه فروش میده. من اگه خدا بکنه یه جرم سیاسی برام جور نکنن 15 سال زندان نرم جای شکرش باقیه. من باید این گونه قربانی بعضی از سلایق بشم به واسطه چی؟ به جرم چی؟ من باید اینو به کی بگم؟
این برای من در حال من به شهرم، به شهرستانم، به استانم، به خاکم، به آبم، به میهنم خیانته. اینجاست که هم مردم ضرر میکنند و هم تولید کننده. راستی این سود کلان تو جیب کی میره؟ چرا باید این ظلم به من بشه؟ چرا من باید 3 قرارداد عوض بشه تا اینکه قرارداد مورد نظر آقایان تنظیم بشه؟ در این مملکت مگه کسی نیست پاسخگو باشه؟ مگه کسی نیست این حرفو بشنوه؟ در این میان کسانی هم بودن که میخواستن عامل توزیع میوه شبیهت باشند، اما جواب بازرگانی شنیدنی بود. یه نمونهشو به ما اعلام بکنین که ما جوابگو باشیم. 6 اداره بازرگانی رفتیم با آقای ملکشاهی صحبت کردیم در رابطه با میوه شبیه‌ای. ما یکی از مباشرین که درخواست خرید دادن، من شمارهشون رو میگیرم میذارم رو اسپیکر باشون صحبت میکنم. الان که دیگه احتیاج به این صحبت چون الان دیگه پایان طرحه و اگر بزنیم از جنبه‌های خوب کار و اینی که ما یکی از دوستان هستش که میگفته که من درخواست کتبی دادم. آقای امیری شما سال قبل که در طرح به خاطر اینی که حساب مالی تا نتونستین گردش مالی مناسبی داشته باشین رد شدین دیگه. این مباشراتون گردش مالشون درسته؟ بله. آقای امیری گفتین گردش حسابشون درست بوده. بله. من یه چک برگشتی ازشون دارم که مال 27/12/80. من توضیح بدم اگر امکانش هست الان با مباشر صاحب این چک شما صحبت بکنین. ساعت 8 صبح 27 به بانک مراجعه کردن، حساب ایشان شارژ نبوده بود ولی دیروز تا آخر وقت اداری آقای سلیمانی حسابشون رو گرفتن و این برگشتی تو پروندهش ثبت شده. فکر نمی کنم چون این چک الان پاس شده. آخه به چه جوری من باید این توانو پس بدم؟ اینو باید به کی بگم؟ خودت کمک بکن. خودت این مشکل حل بکن. خودت کمک بکن. خودت این مشکل حل بکن.